سلام به همگی، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. به کانال ایران کهن خوش اومدید. امروز در این ویدیو میخوایم در مورد منشور حقوق بشر صحبت بکنیم. بعد از اون بحث رو احتمالاً با مرگ کوروش پایان خواهیم. من چند نکته قبل از ورود به بحث اصلیمون یعنی منشور حقوق بشر عرض کنم خدمتتون، بعد وارد اون بحث بشیم. 1. کوروش 3 حکومت خیلی قوی یعنی ماد، لیدی و بابل رو شکست داد، اما به پادشاهان هیچ کدوم از این 3 قدرت هیچ آسیبی نزد. میشه گفت که آقا حکومت ماد پدر بزرگ کوروش آخرین پادشاهش بود و به این خاطر کوروش آسیبی نزد. اوکی. حکومت لیدی هم همین بود. بابل چی؟ این دوتا هم مثلا پدر بزرگش بودن؟ باز نه، قطعا. این رسم خیلی زیبا رو دنیای بعد از کوروش فراموش نکرد و تحسین کردن، اما متاسفانه پادشاهان بعد از کوروش از یاد بردنش. مورد بعدی، کوروش اولین قلمرو چند ملیتی دنیا رو به وجود آورد و به همین خاطر و وسعت خیلی زیاد این قلمرو همیشه درگیری های داخلی و خارجی هم گریبانگیر خودش بود هم پادشاهان بعدش. و اما منشور کوروش، یک منشور 45 سطری که در سال 1879 میلادی در بابل پیدا شده و همکنون در یک موزه در بریتانیا نگهداری میشه. این منشور که به نامهای منشور آزادی و منشور حقوق بشر، اولین منشور حقوق بشر دنیا هم شناخته میشه، این منشور چرا ساخته شده؟ این منشور بعد از فتح بابل توسط کوروش دستور ساختش صادر میشه. اصلا دلیل این که ما اینجا داریم بررسیش میکنیم البته تا حدودی همین هست که بعد از فتح بابل نوشته شده این منشور. چرا این منشور نوشته شده؟ دلیل قطعیش مشخص نیست، اما احتمالاً با توجه به اینکه کوروش یک سرزمین چند ملیتی رو اداره می‌کرده، به دلیل هرج و مرج احتمالی که در نظام عقاید دینی مردم باورهاشون به وجود اومده بوده، احتمالاً اومده این منشور رو ساخته. سوال پیش میاد، چرا اگر فرض میگیریم این چنین بوده، چرا باید چنین منشوری رو بسازن و جایی بذارن، اگر هدف این بوده جایی بذارن که عموم مردم نمیتونن بخوننش؟ این منشور آزادی در جایی قرار داشته که در دسترس نبوده. اگر به این خاطر بوده که گفتم، به اون دلیلی که گفتم، اگر به اون خاطر بوده چرا چنین جایی بوده؟ بله، اگر مثلا طبق شرایط فعلی توی مثلا یک رسانه خیلی پربازدید، اصطلاح با ویو بالا، اگر چنین جایی منتشر بشه میگیم بله، اون احتمالی که دادیم به خاطر اون هرج و مرج در نظام باورهای مردم، اون احتمال درست در میاد. اما اگر اونه، چرا پس چنین جاییه؟ چرا جایی میذارید که خیلی کسی نمیتونه ببینتش؟ تقریبا در دسترس هیچکی نیست. ما توی یه سری ویدیوهای منشور کوروش رو کامل بررسی کردیم، کجا بوده، چه جوری بوده
امیدوارم وقتی که این ویدیو آپلود میشه اون ویدیوها آپلود شده باشن و به خاطر اینکه دیگه ما یه بار بررسی کردیم اینجا دیگه خیلی واردش نمیشیم، فقط یه سری نکاتی رو میگیم که ذهن شماها آماده بشه. پس چرا کوروش اومده اینو ساخته؟ بله ممکنه کوروش این رو ساخته و اونجا گذاشته و یک نسخه ای از همین منشور رو برای هر صاحب مقامی فرستاده که اینها خبر رو منتشر کنن. بله اگر این چنین باشه کاملا منطقی، هرچند که هیچ نسخه دیگری از این منشور پیدا نشد. میرسیم به مرگ کوروش. ما هر موقع تاریخمون از یونان جدا میشه غرق در افسانه ایم. عین همین مرگ کوروش، هر کجا ما تاریخمون، وقایع تاریخیمون ربطی به یونان نداره، از لحاظ جغرافیایی دور از یونان رخ میده، ما از اون وقایع اطلاعات دقیقی نداریم. دلیلش رو گفتم توی یکی از ویدیوهای گذشته که ما 25 قرن بعد از هخامنشیان 2500 سال بعدش هیچکی از ما نیامد چیزی از هخامنشیان و ما هرچه داریم از یونانی ها داریم. به دلیل همین و اینکه مرگ کوروش در شمال شرق ایران جای خیلی دور از یونان رخ داد، و همین خاطر ما در مورد مرگ کوروش، مثل تولد و بزرگ شدنش اطلاعات دقیقی نداریم. روایات متفاوت هست، البته بیشتر کسایی که چیزی نوشتن از مرگ کوروش یه داستان مشابه با جزئیات مختلف رو دنبال میکنن، هرچند بعضی ها هم خیلی متفاوت از اینها نوشتن، ولی اکثریت یک داستان واحد رو دنبال میکنن. ما افسانه ای رو میگیم که هرودوت تعریف میکنه. طبق این افسانه کوروش به جنگ ماساگتا میره. چجوری به جنگ ماساگتا میره؟ مثل اینکه سرزمین ماساگتا یک جایی بوده در شمال شرق ایران، نه شمال شرق خود قلمرو، یعنی تو قلمرو ایران نبوده، طبیعتا اون ور قلمرو در شمال شرق ایران، بعد از رود سیهون یا همون سیر دریا. این سرزمین ماساگتا یک پادشاه زن داشته به نام تومیریس. کوروش میاد به تومیریس میگه که من دوست دارم که با تو ازدواج کنم و تو به همسری من در بیای. تومیریس متوجه میشه که کوروش به خاطر خود تومیریس نمیخواد باشه ازدواج کنه و خودشو نمیخواد. در واقع کوروش قصد داره که با این ازدواج سرزمین ماساگتا رو مال خود کنه. به همین خاطر درخواست کوروش رو رد میکنه. بعد از این کوروش میاد که با ماساگتا بجنگه. وقتی کوروش میرسه به سیر دریا، به همون رود سیهون که باید ازش میگذشته تا وارد قلمرو ماساگتا بشه، وقتی میرسه به اینجا، شاه ماساگتا یعنی خانم تومیریس پیکی رو میفرسته برای کوروش که تو مختاری خودت جای جنگ رو مشخص کن. میتونی از سیر دریا بگذری در قلمرو من بجنگیم، میتونی هم این ور سیر دریا وایسی. کوروش هنوز رد نشده بود از این رود، تا من و سپاه هم بیایم، ما از این رود سیهون بگذریم و وارد قلمرو تو بشیم، تو خاک تو بجنگیم.
شخص کوروش تمایل داشته که در خاک ایران با ماساگت ها بجنگه. نکته ای رو بگم، جنگ با ماساگت ها برای ایران خیلی خطرناکه. چرا؟ به دلیل دوری موقعیت نبرد از هسته مرکزی ایران. به همین خاطر خیلی خیلی جنگ خطرناکه. کوروش خودش دوست داشته که ماساگت ها بیان و در خاک ایران با اونها بجنگه، اما یکی از همراهانش خیلی اصرار میکنه که بریم تو خاک دشمن بجنگیم. کوروش قبول میکنه. اون جنگ هر دو پسر کوروش باش بودن، هم کمبوجیه هم بردیه. قبل از اینکه از سیردریا عبور کنن، کوروش کمبوجیه رو برمیگرد و میگه برگرد تو نیا به جنگ. کمبوجیه جانشین پدرش بود. کمبوجیه رو میفرسته به ایران و خودش و سپاهش رد میشن از سیردریا. یکی از ویژگی های این چنین افسانه هایی اینه که کوروش از قسمت هایی از آینده با خبر می شده و طبق همین میگن کوروش خواب میبینه که داریوش که از یک شاخه دیگه ای از هخامنشیان بود که توی فکر میکنم کلیپ اول یا دوم معرفیش کردیم داریوش رو خواب میبینه که 2 بال داره که یکی از این بالها رو آسیا سایه انداخته، یکیش رو اروپا. و طبق همین خواب به این فکر میکنه که احتمالاً داریوش از شاخه دیگه ای از هخامنشیان قصد توطئه داره. داریوش چند سالش بوده؟ 20 سالش بوده و تصمیم میگیره بعد از اینکه از جنگ با ماساگت ها برگشت به موضوع داریوش رسیدگی بکنه. میرسیم به اولین نبرد بین ایران کوروش هخامنشی با ماساگت ها. تو این اولین جنگ کوروش و سپاهش با سیاست جنگی فوق‌العاده کوروش برنده میشن. بعد از این 1 روز در خاک ماساگت ها پیش میرن، به یه جایی میرسن، اونجا اردو میزنن و مستقر میشن. ادامه این جنگ رو در ویدئوی آینده بررسی خواهیم کرد. امیدوارم این ویدیو به دلتون نشسته باشه. اگر این چنین بود که لایک کنید. اگر تمایل دارید در ادامه با ما همراه باشید حتما ما رو سابسکرایب داشته باشید. زنگوله پایین رو فعال بکنید تا نوتیفیکیشن کلیپ هایی که ما آپلود میکنیم به دستتون برسه و در موقع مناسبی اون رو تماشا بکنید. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی، موضوعی دارید که دوست دارید ما بررسی بکنیم حتما کامنت بذارید. امیدوارم حالتون همیشه عالی باشه و چرخ روزگار بر وفق مراد به چرخه.